جسد دو ساکن ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان که تقریبا نیم سال پیش در یک عملیات FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه در ناحیه ولادیمیر کشته شده بودند، نیمه روز 13 اکتبر در زادگاهشان به خاک سپرده شده است. مقامات روسیه تا حال نام آنها را اعلام نکرده بود و پدر و مادر این دو جوان نیز تا لحظه آخر از کشته شدن آنها خبر نداشتند. والدین و همسر و کودکان عبادالله و شریفخان ولیو که بازگشت آنها را انتظار بودند اکنون در سوگشان نشستند. از عبادالله 30 ساله همسر و دو فرزند و از شریفخان 26 ساله نیز همسر و یک فرزند باقی مانده است. در حکومت ناحیه مومن‌آباد روز 12 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که خبری به وطن آوردن جسد دو ساکن این ناحیه را شنیدند، اما در این زمینه هیچ معلومات رسمی ندارند. اما سومنبی بازارова مادر عبادالله و شریفخان ولیو به رادیو آزادی گفت تابوت این دو نفر صبح 13 اکتبر آورده شده، سپس نیمه روزی به خاک سپرده شدند. مادر عبادالله و شریفخان ولیو گفتند که خبر کشته شدن پسر مهاجران خود را به تازگی فهمیدند. او گفت تا این وقت مقامات انتظامی چند دفعه به خانه آنها آمده درباره فرزندانشان اطلاع گرفتند، ولی حرفی درباره کشته شدن آنها نگفتند. همین طور به گفته او خویشاوندان در روسیه نیز تا این دم خبر کشته شدن آنها را در ناحیه ولادیمیر پنهان داشتند. مادر عبادالله میگوید که تا این دم جانب روسیه دلیل کشته شدن پسرانشان را رسما به آنها پیشنهاد نکرده است. اینچنین معلوم نیست که چرا تا این دم جسدها به نزدیکانشان سپرده نشد. سومنبی بازارова میگوید بسیار دلش میخواست به روسیه رفته اصل قضیه را از مقامات آن کشور بپرسد، اما تنگدستی به آنها اجازه را نداده است. محمدالله ولیو پدر خانواده هم در صحبت به رادیو آزادی گفت دو پسرش بعد از ختم مکتب میانه راه به سوی مهاجرت پیش گرفته بودند و عربه زندگیشان اساساً از حساب پول آنها میچرخید. او گفت پسر کلانیش عبادالله بعد از ختم صنف 9 و شریفخان پس از ختم صنف 11 به مهاجرت رفته بودند. کلانیش همیشه اپریل دارد اومد 3 ماه استود 4 ماه استود اومد خطاب نکسان میشه استوده بعد واکش دو دای سلطان کردی خیلی بیاد تو مقصد کسا کار کنیم باید فکر زندگی رو بگیم که توقع زور بونه میرسه باید بودم بعد رویش که از سوی سیاد تده ما با دکمید کنیم ما برم بخواه بود تو که اولا گفتی با بخته دکمید کنیم خیلی با کار کنیم مقصد که زندگی رو پیش بریم خیلی وقت والدین عبادالله و شریفخان ولیوها در حال از کشته شدن فرزندانشان اطلاع یافتند که مقامات FSB هنوز ماه اپریل گفتند در ولایت ولادیمیر دو شهروند یکی از کشورهای آسیای مرکزی هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه نشان داده کشته شدند. دیرتر به رادیو آزادی معلوم شد که اینها برادران عبادالله و شریفخان ولیوها هستند. مقامات FSB ادعا کرده بودند که این دو زاده آسیای مرکزی قصد انجام حمله های تروریستی را داشتند، اما در یک نوار پهن کرده FSB نه از زدوخورد مسلحانه و نه از آثار تیر در دیوارها دیدن نمی شود. این عملیات FSB در ولایت ولادیمیر به دنبال حمله مرگطلبانه در متروی شهر سنت پتربورگ صورت گرفت که بر اثر آن 15 نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند. مقامات روسیه در این کار اکبرجان جلیلوف شهروند قرقیزستان را ایدار کرده برای همدستی در این ترکیش چندین مهاجر دیگر از آسیای مرکزی را بازداشت نمودند، ولی صحنه‌های بازداشت بعضی از مهاجران بحث و گمان‌های زیاد را برانگیخت. از جمله اکرم عظیموف شهروند قرقیزستان پس از چند ماه دستگیر شدنش توسط وکیل دفاع خود گفت که کارمندان FSB او را غیرقانونی بازداشت و به قلمروی روسیه وارد کردند. او گفته است که پیش از بازداشت به دستش نارنجک داده بودند تا ایزی انگشتش در آن باقی بماند. ضمناً سومنبی و محمدالله والدین عبادالله و شریفخان ولیوها نیز میگویند به تروریست بودن فرزندانشان باوری ندارند. آنها میگویند خانواده آنها از قشر میانه جامعه تاجیکستان بود و به چند هزار روبل یافته پسرانشان در روسیه قناعت میکردند. آنها میگویند اگر پسرانشان تروریست بودند چرا مقامات روسیه در طول نیم سال گذشته دلیل را درباره عملهای آنها پیشنهاد نکردند. هر سال هزارها شهروند قابل کاری تاجیکستان برای دریافت رزق و روزی به روسیه میروند. اگر در گذشته برخی از مهاجرین تاجیک مورد حمله ملتگرها قرار میگرفتند، تا یک سال اخیر بیشتر به عضویت در گروه‌های تندره و همکاری با سازمان‌های تروریستی ایبدار شده بازداشت یا طی عملیات کشته می‌گردند.